سرکردگان نهضتی رستمов محمدجان، معمول با تخلص قاری محمدجان، رحمت الله علامه، عبدالولی واسیدов و بعداً سعید عبدالله نوری و محمد شریف همتزاده بودند. این تشکیلات تروریستی بنیاد دولت تئوکراتی را اولین وظیفه استراتژی خود معین نموده. برای هماهنگسازی فعالیت گروه‌های مسلح مخالفین تابستان سال 1992 در شهر دوشنبه با نام نجات وطن ستاد حربی مسلح تشکیل کرد. ستاد حربی پورا از ختم کردگان تعلیمگاه‌های دینی کشورهای اسلامی منطقه، طرفداران تشکیلات‌های دینی اکستریمیستی، اعضایان گروه‌های متشکل جنایتی، قماندان‌های صحرایی و جنگیان تشکیلات تروریستی حزب نهضت اسلامی عبارت بود. در برابر دسته‌های مسلح زیر نظارت خدمات مخصوص و دایره‌های دینی کشورهای خارجی، مدرسه و مکتب‌های پنهانی تعلیمات دینی، وسایط اخبار عامه تبلیغاتی، صدای مجاهد، رادیوی آزادی تاجیکستان، اگنتی اطلاعاتی خراسان پرس و امثال اینها تأسیس داده شد.